همداران عزیز 6 اکتبر 2024 می باشد. قرار داریم در ولایت گیرسونی دولت ترکیه در خانه ای انا اپامون حکمتوی سلام علیکم سلام علیکم و یازنامون محمد بی سلام علیکم. خوش کردید انگور و با گروهگاه خوش آمدید. حاضر یک نوار سر میکنیم درباره همین میوه فندق. محمد بی این فندق کدام سورت؟ hangi یالی cinsi? فندق. Yağlı. Yağlı fındık. Giresun mu yağlı fındık? Giresun tombul yağlı fındık. Giresun. Mahalli. Fındıkı mahalli Giresun. این روغنوکش بلند می؟ Asad 80% ravgan dora. Asad 80% روغن داره نه؟ اینا کای چین دید؟ Yine mohi Ağustos, sarı Ağustos to sentyabra. همه یک ماه پیش. یک ماه پیش. همه قدر چین دید؟ یا که Ayın bisiyor bu. Ayın nisfi hemine fruktimo. فروختتون. چند پول Ana فروختتون؟ bixel upakovka karda. هم که تازه کرده فروختتون؟ Toza karda. Puxtagi zirbondagi in. این چند پولین؟ In nim kiloş. 1 kilodan çıkıyor. In bu yarım kilo burada. Yarım kilo 1 kilo fındıktan kabuklu fındık. Ayak kilo fındık kami bro. Nim kilo. یک کیلو فندق وقتی که تازه میکنید و تو میذاری بیرون میکنید نیم کیلو میبره. نیم کیلو همین چند پول؟ Nim kiloyun 250 lira Türkiye. 250 لیتر چند سومونی یا دلار؟ 8 8.5 دلار نیم کیلوش. یک کیلوش 10 dolar. Hatta. این 180 سوم میگذارد کو. این دوشنبه ما 120 سوم دیدم. دوشنبه برزانتر یا که فرق. این تماما دیگه سو. این سورتی زراغانوکی شیرینی با مزه. اینی دوشنبه وردگی و علاقه فکر میکنم صفتش پستر باشد. انا هم درون عزیز من این فندق دیدید یگان هوا نداره درونش اوپاکوفکا کردگی هم خیلی کده میفروشه ده اپا؟ Hem xeyli mefruşen. باقاتون حالا میریم تماشا میکنیم. Albatta. Benim bu اینش izmi. نشان دادم شیرینی گویم هم ها. Şirini koymam mesela برای завтрак, no işte Yine asal asal mı aldınız? Asal yok ki şakar. این همین چورمغزه گویا که گذرونده مثلا روبکا و روغن نوکش قطعی روغنش قطعی درون همین یک شوید کنیم من بینم. Ravanaş bihat balant. این او انداختگی نیوخ یا؟ Ne. روغن خودش. Kendi yağ fındığın. Ani xudaş, ravani xudaş qısuda. روغن خود. این بسیار با مزه ما سحر نونیشه کردیم صبحانه خوردیم. این بسیار با مزه است. اکنون حاضر میریم باغ دوام نورو از باغ میگیریم. من این فندوقا در باغ فندوق نیست. نمیبینید میوهش رو در باغ واضح درختش رو میبینید. این فندوق ما در تاجیکستان ما شدگی در تکوبه ناحیه رشت من ندیدم. عثمان پهلوان گفتنی شخص باغش رو شینونده هر سال صدها کیلوگرم آورده با نرخ 70-80 سومی در بازاری مرگون میفروختن. من نوارش رو پرتشته بودم در گروه. برای چی من این نوارا در باره فندق گفته سودم و فندق پرورم باید در تاجیکستان مانیم چون که این پولی کلان است. نگاه بینش آسان است، نگاهداریش آسان است، لیکن محصولاتش سرحاصله محصولاتش قیمت است. میرویم باغ. همدارین عزیز ما اومدیم باغ فندق. من یک نشانتی از باغ رو. همین همشون درختای فندق است. ولی با من خودم گرفته نوارو از نزدیک با نشون میکنم. باقی کلام. و حاضر من با حکای محمد بی قطعی گپ میزنم در باره فندق. هر شخص که این کس کسبی نیستن فندق پروری کسبی نیستن لیکن هم باغچه همین کس است. چیکارها انجام میدن، چقدر فایده میبینن، این درخت چند ساله است، همش رو حرکت میکنم. چیزی که در سوال به یادم میاد میرسم. محمد بی همین شما پریود کنید همین درختایی که همین باغ هست چند ساله هستن همینا؟ Bu kaç senelik bağ diyor? Ağaçlar yani. Burası 40 senelik bağ. Kilsola. 40 ساله. یک درخت همین چند کیلومتر فندق؟ Bir şu ocaktan kaç kilo alıyoruz fındık? O
Ocağına göre değişiyor. Her ocak aynı kiloyu vermiyor. Fark ne kadar? Mesela hamaş yakıl kilometre mesela. But Miona. Çan kilo. Ortalama şu bir Yani 3 kilo, 5 kilo, 3 kilo civarlarında verir. sep topancı. 5 kilo. Topanç kilo. 5 kilo. Az çan sola geç ser meknat bastana. Fındık. Kaç yaşından meyve vermeye başlıyor? 4. Çorsol. Çor sola geç. Çorsol. اینو از پایوندی میکنن یا که من خیلی از بخش برومندگی رو گرفته Az میشونن بخش برومدگی. از بخش گرفته ها بخش. خیلی اینش هم سوال عملت میشد میدونم اینو پایوند چهارمغز نمیکنن این اوله چهارمغز رو میدروید انا همینش چند ساله است انا Şu همینش kaç senelik? Bu 1 senelik. Yaksalar. یک ساله است هم خیلی تمام تمام 1 senede bu kadar büyüyor. فهمو طرز شنوندنش از ما دیدم همین درست می چور شنوندگی Çorba çoran. چور شنوندگی هم دوران عزیز من مودی شدیم چور شنوندگی انا بعد این رو هر سری چند وقت کندوشو بریده جوانو میمونن یاش میکنن پرسید Kaç senede bir atlanıyor bahçe? Her sene bu kışkınlar temizlenir. Her sene. 2 Ee, senede bir de yaşlı dallar kesilir. دو سال به یک بار وهایی غوصش میبرن تنه غوصشه هر سال همون زیاده که همه اتگش برآمدگی باشه زیادگی باشه میگیرن در کارشه میمونن یک تا دو تا برای نیهولی Her نوشدن sene temizlenecek. همین کنده ها چند ساله است انا همین دو کنده ساله دو ساله هم دوران عزیز این بوق 40 ساله بوده است نیهول نه بوق 40 ساله بوده است هر یک دو ساله ناودای غوصش رو میبرید و ممکن با 3 سال دمی 4 سال دمی ناودو از حساب ناودوهای جوان باز درخت رو جوان کرده میستید اینا میمونید 2 سال 3 سال بهره کرد اینش هم در بهره میدروید اینش رو میبرید در بخش حرکتی میپرتوید و بعد هر سال از بخی درخت شما من هم خیلی بسیار زده میبرد شما کنده بوقتون رو زیاد میکنید یعنی که شما اگر 100-200 دانه خرید بعد از 3 سال این ریشه میزنه تا 3-4 سال نمیتید در بخش بقوت شد بعد در بخش میتید یا اینکه شما اینجا یا که شما اینجا بریدید اگر اینجا که بریدید این اگر دونه اگر بچه قشتاق همین سفیدار رو برید چقدر بخش ریشه زده میبرد آلوچه رو برید بخش بسیار میبرد این هم خیلی یک تا نودش رو برید با بخش بسیار زده میبرد و این خیلی که پیش از اینجا اومدن در نوار گفتیم تو 1 سال نگاه میدارن بعد 1 سال بعد تلخ میشود حتی 1 سال میفروشید نیهولش میوهش قیمت بوده است در اینجا پوست نکرده $4 بوده است و پوست کرده بیریون کرده درون اوپاکوفکا با علاکه $17 میفروختن در بازار مهرگان من نشان دادم پوست کرده همخلین کردگیش رو در بالای تریلکا لالیبا بود که 120 تومانی گفت در همین غرم وقتی که میکرد من فهمیدم که آورده 70 یا 80 تومانی یا 60 تا 80 تومانی فروخته میرود من هم دیران عزیز ما برای شما امسال از همین فندق میتوانیم بیاریم اگر که شما درخواست کنید خانه‌هاتون فکر میکنم در تاجیکستان میشود در غرم کشیدگی باشد در رشت در پایان‌ها هم میشود در خانه من هست 1 دانه هست 1 بوته هست باید این 1 بوته نباشد بسیار باشد که یک دیگرش رو گردآلود کند 1 بوته باشد نمی کم میبندد از خانه من بودگی 10-15 دانه میبندد چون که 1 بوته است من امسال 1 بوته دیگه بیگانه شینونم یک دیگرش رو گردآلود کند من این فندقی که اینجا هست حجما کلان نه حجما خردتر میشود لیکن با مزه و غذانوکش بلند و قیمتناک است قیمتش بلند است هست فندق هایی که میوهش کلان است لیکن وقتی میخورید روانکش که کم است من پیسته فرقی دارد که پیسته تاجیکستان خیلی مایده میشود و با مزه میشود اینا هم خیلی محلی بوده است یالی محلی بوده است گیرسونی یالی یعنی که محلی گیرسونی از همین خدا خواهد ما بریم اگر هیچ نه شما هم دو تا در خانه‌هایتان 4 تا شنونید این در بخی دیولا میشود بچوره این و این یگان اینو که خیلی آب میته در 1 سال 2 بار تابستان آب میته بس این در ماه من همین علاقه خونی من بودگی من خیلی گوشکاش میبروید علاقه گل کرده شده است و این مناکو گلی نارینه کرده شده است این برگ این برگ گلی نارینه کرده شده است آن بلوش بهست
و او انا بلو 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 خلاص گپ باز گل مدینه‌اش بهار میبرید و یکدیگرش رو بردار میکند. همداران عزیز همین خیل درباره فندق من گپ زدم. در زمین شورزور میشد نمیشد اینش رو نمیدونم. در زمین قمزور باید شود، برای که این جهاز ما در کوهستان شده گیم در کوهستان میشود. البته این رو آب و آذوقه‌اش تیر اگر با بهتر میشود. تنش رو این علاقه تیرامو شده شده است، برگش علاقه زرد شده ریخته شده است، با برگ نو برآورده شده است. من ببینید من برگ نو برآورده شده است. من برگوی نو کرده شده است علاقه. های در اینجا قریبی که زمستون نیست. انا پایین نشون دید. من کنده های کونه را بریدند. من او کنده هاشو ایواز کرده است. ببینید من این کنده علاقه سر طرفوله شده که اینا بریده جویش ده نو در چاکوی نو موندگی. من جوی بریدگی نوده های نو موندگی تو اینکه من این جوان هایش من این جوان این 2 ساله باشد تو اینکه جوان هایش از نو گل کرده بندن. همداران عزیز اکنون نمیدونم باز چی جواب کیم و گمانم همه شو گفتم. شما اگر از من درخواست کنید من حتما حرکت میکنم از خود دیکم ولایت گیرسون بریم دیگر ولایت از آنجا ماشین بر کنیم در ماه‌های ینور فوریه به شما به تاجیکستان دسترس کنیم تا که در خانه های شما هم همین فندق شود، فرزندای شما هم فندق خورن، پدر و مادرهایتان یعنی که یک مواد غذاناک رو در تاجیکستان ما تامین کنیم و تامینات به خطری آذوقه‌واری به خطری تاجیکستان در دست من و شما است. پیشروی تاجیکستان در دست من و شما است. بید همدیاران خیلی که من یک شعری میرزا ترسوزاده را کمتر دیگر کردم بخشش میپرسم از آن گفت که و چی گفت میرزا ترسوزاده گفته بودن که ما سفر داریم با امر وطن با سپارش های خلق خویشتن دوستی را جستجو داریم و از امانی گفتگو داریم و ما حاضر با من همین یزدان محمد بی دوست شدیم دوستی رو ما جستجو داریم و محمد بی ابی مرحمت تاجیکستان خیلی بسیار مهمان تاجیکستان مایلش می مسافر گلینگ تاجیکستان مایلش رحمت انا با میرزا ترسوزاده اگر 2 مصرعش را دیگر کنم ما سفر داریم با امر وطن با سپارش های خلق خویشتن نیال های بهترین را جستجو داریم ما از بری بنیاد باغ های بهترین گفتگو داریم ما. همداران عزیز اگر کدام معقول نباشد دشنام نتید شعر رو دیگر کردن این اکن آخری شعر رو گفتم من انا در پناه خدا باشید، خدا نگهبان شما باشد و دعاگو باشید که ما همینجا با سر وطن بلند به وطن برگردیم تا درخواست شما رو قبول کرده سپارش های شما رو من اجرا کنم. در پناه خدا باشید.